سلام. نمیدونم کجای جهانی و در چه حس و حالی هستی، اما اینو میدونم که مشکلت حل میشه. محکم باش، لبخند بزن. بدون این کار سطح انرژیت رو متفاوت میکنه. لبخندت هدیه تو باشه برای هر کسی که امروز اونو میبینی. یه لبخند معرکه بزن و دائم بخون: من روز خارق العاده‌ای در پیش دارم. حتما الان میخوای بگی که برو آقا، تو هم دلت خوشه، من غرق مشکلات و معضلات و گرفتاریم، بیام لبخند بزنم. آخه مثلا لبخند زدن من چه دردی از من میخواد دوا کنه؟ خب لبخند نزن، گریه کن، اخم کن، غر بزن، مشکلت حل میشه. حالا بالاخره این لبخند زدنه یه آنزیمی توی بدنت ترشح میکنه، یه حال خوش لحظه‌ای حداقل بهت میده که اونو چرا از خودت میخوای دریغ کنی. بگذاریم اگه تو هر شغلی هستی که دستت میرسه تا کاری انجام بدی، هوای مردمو داشته باش که خدا هم هوا تو بهشتی میکنه. رفیق نادیدم، تو این لحظه برات میخوام تا جانت لبریز از نور بشه و درهای شادی به روت باز بشن. یادت باشه برای رسیدن به اهداف و رویاهات هر روز یک قدم بیشتر به سمتشون برداری. یا حق.